آقا اگه این حرفی که میزنم بیادبیه، من بیادب، ولی حرف دلمه، باید امروز بزنم. من سر کار نمیرم، به تو چه؟ عروسی نمیکنم، به تو چه؟ رفیق بازی میکنم، به تو چه؟ نماز میخونم یا نمیخونم، به تو چه؟ موامو این مدلی درست میکنم، به تو چه؟ سیگار میکشم، به تو چه؟ قلیون میکشم، به تو چه؟ دوست دارم شلوار پاره بپوشم، به تو چه؟ دوست دارم تیشرت گشاد بپوشم، به تو چه؟ آقا اصلا دوست دارم هر مدلی که دوست دارم زندگی کنم، به تو چه؟ بابا به پیر به پیغمبر سرتون تو زندگی خودتون باشه، نمیگن احمقیدا. یه بنده خدای حرف قشنگ میزد، میگفت هر روز صبح که بلند شدی دوتا قرص یادت نره بندازی. قرص به من چه؟ قرص به تو چه؟ آقا فلانی امروز این کارو کرد، به من چه؟ فلانی اون کارو کرد، به تو چه؟ یک کلام ختم کلام. قضاوت را گذارم در قیامت، خدایم داند و بازم خدایم.